وقتی که مؤمن به قبر مانده می شود، او باید تصدیق کند که هیچ معبود جز الله نیست و محمد صلی الله علیه و سلم بنده و رسولش است. اکثریت ما وقت زیادی را برای سلامتی و بایگری خود بهر بهبود بخشیدن زندگی خود صرف میکنیم، گرچند که این حیات جاودانه نیست. حیات جاودانی ما را در آینده انتظار است، اما ما تیاری به حیات جاودانی را فراموش میکنیم و حال ما میفهمیم که چگونه آدمانی که خود را برای حیات جاودانی تیار کردند در قبر پرسیده می شوند. بگذار خداوند عالمیان، آفریدگار زمین و آسمان، به هر یک مسلمان تنها چنین پرسشی منکر و نکیر را نصیب کند. از عثمان ابن عفان و رسول خدا صلی الله علیه و سلم روایت شده است که قبر مرحله اول برای شروع زندگی نو است. آنها به طور کافی درک کردند که چگونه آزمایش جدی ما را در قبر انتظار است. پرسپاس منکر و نکیر. برا ابن عازب نقل میکند بار من و رسول خدا صلی الله علیه و سلم برای دفن کردن یکی از مسلمانان مدینه رفتیم. ما در حال به قبر نزدیک شدیم که آن را حالا هم میکافتند. پیامبر الله رو به طرف مکه نشست و ما در اطراف او نشستیم و می ترسیدیم که حتی حرکت کنیم. او در دستش نوده را نگاه داشت و با آن زمین را میکافت. بعد ناگهان به آسمان نگریست و بعد به زمین. 3 بار نظرش را بلند کرد، آسمان را می نگریست و باز پایان می فراورد و بعداً گفت از خدا امان را از عذاب قبر بطلبید. و پیامبر الله صلی الله علیه و سلم همین سخنها را 2 یا 3 مراتبه تکرار کرد. در دوام گفت هرگاهی که زندگی بنده مؤمن از دنیا کنده می شود و به زندگی آخرت قدم می ماند، فرشتگان از آسمان به زمین فرود می آیند. فرشته های فرود می آیند که چهره درخشان به مانند آفتاب دارند. آنها با خود پوشیدنی و خوشبویی از بهشت می آرند و در نزدیکی او می نشینند. بعد به نزد او فرشته مرگ عزراییل درود بر او می آید و در نزد سر او می نشیند و می گوید ای روح پاک برخیز، به پیشواز بخشایش و حکم الله برخیز. و روح مؤمن به مثل قطره آبی که از نول ظرف جاری شده جدا می شود، همان طور از بدن خود جدا می شود. و آنگاه تمام فرشتگانی که در میان زمین و آسمان و در آسمان واقعاند در حق او دعای خیر می کنند. همه دروازه های آسمانی پیش او گشاده می شوند و همه نگهبانان دروازه های آسمان خدا را التجا می کنند تا که این روح به واسطه این دروازه ها به آسمان داخل شود. فرشته مرگ روح را قبض می کند. فرشته های دیگر باشند روح را فوراً به کفن خوشبویی ها می پوشانند
سپس فرشتگان روح را به آسمان میبرند. وقتی که آنها آسمان یکم را میگذرند، پاسبانان دروازه اول میپرسند این روح زیبایی کیست؟ آنها در جواب میگویند فلانی پسر فلانی است و آنها او را با نام‌های بهترینی که او را در حالت زنده بودنش نام میگیرند. فرشتگان هر آسمان روح را تا 7 طبقه آسمان همراهی میکنند و الله تعالی میفرماید نام بنده مؤمن مرا در علیین نویسید. پس فرشتگان پیام را در وصف او در علیین می نویسند و به آنها فرموده می شود آن را به زمین برگردانید، زیرا به آنها وعده داده ام که آنها را از آن آفریده ام، به آن باز می گردانم و از آن باز زنده می گردانم. فرشتگان روح را به زمین بر می گردانند تا که وی به بدن برگردد. وقتی که او به بدنش بر می گردد، قدم های دوستانش را که از او دور می شوند می شنود. بعد 2 فرشته دیگر نزد مؤمن می آیند که او را دغلانه بیدار می کنند. آنها نشسته از او می پرسند پروردگار تو کیست؟ مؤمن در جواب می گوید پروردگار من الله است. دین تو چیست؟ دین من اسلام است. کدام شخص به شما فرستاده شده است؟ این رسول خدا محمد صلی الله علیه و سلم بود. تو چی کار کردی؟ من کتاب خدا را خواندم، به آن باور کردم و به آن صادق بودم. و این آخرین پرس و پاس است که مؤمن را در قبر میپرسند. الله متعال درباره این گفت خداوند عالمیان مؤمنان را هم در دنیا و هم در آخرت کمک و دستگیری میکنند. با شرافت این مؤمن پاسخ میدهد که پروردگارش الله است، دین او اسلام است و پیامبر او محمد صلی الله علیه و سلم است. و از جانب خداوند الهام می شود راست گفت بنده من، بکشاید دروازه های بهشت را، بپوشانید لباس های بهشت را، با اون نعمت ها و عطریات بهشتی می آورند و قبر او تا آن درجه وسیع می شود که تنها نظر او می تواند فرا گیرد. در نزد وی آدم پیدا می شود که چهره زیبا، جامه لذیذ و بوی خوش دارد و او می گوید من به تو چیزی می گویم که تو را خوشبخت می کند. شاد باش به نعمت های ابدی خداوند تعالی. این روز به تو وعده داده شده بود. مسلمان می پرسد تو کیستی؟ خدا تو را برکت دهد، چهره تو خوبی می آورد. تو کیستی؟ او جواب می دهد من اعمال نیکی تو هستم. سوگند به خدای تعالی که من همیشه می دیدم که تو فقط به کار نیک می شتابیدی و از بی اطاعتی خداوند عالمیان دوری می جستی. همین طور الله به تو نیکی داده است. پس به مسلمان دروازه های بهشت و دروازه های جهنم باز می شود. آنها به وی می گویند اگر نافرمانی می کردی جهنم جایگاهت می شد، اما الله تعالی جای تو را با بهشت عوض کرد. چون مسلمان بهشت را ببیند می گوید پروردگارا ساعت را تیز کن
تا توانم به نزدی عائله‌ام برگردم و مال و ملکم به من برگردان. بعد به وی خواهند گفت